چنان شمی که از اطرافیان پروانه می سازد. حسین ابن علی از عاقلان دیوانه می سازد. حریمش جای عرش و فرش را با هم عوض کرده که جبریل امین در بارگاهش لانه می سازد. طبیبان بارها گفتن این غم را علاجی نیست، دگر غیر از هوای کربلا بر ما نمی سازد. یا قدیم الاحسان، یا قدیم الاحسان، یا حسین، یا حسین. بانوی آب آینه، عمه جان حضرت فاطمه معصومه، بیقرار تو امو در دل تنگم گله هاست. بیقرار تو امو در دل تنگم گله هاست. آه بیتاب شدن عادت کم حوصله هاست. خانم جان مثل عکس رخ مهتاب که افتاده در آب، در دلم هستی و بین من و تو فاصله هاست. بی تو هر لحظه مرا بیم فرو ریختن است، مثل شهری که به روی گسل زلزله هاست. باز میپرسمت از مسئله دوری و عشق و سکوت تو جواب همه مسئله هاست. چشم دلم به سمت حرم باز می شود، با یک سلام عشق من آغاز می شود. ماجرای زیارت این دیار دردانه و یگانه، حرم اهل بیت بی‌نظیر و فرزانه و البته زیارت حضرت فاطمه معصومه، ماجرای دلتنگی شیعه برای زیارت بانوی بزرگواری است که قبر بینشانی در تقویم دلهای شیعیان برای او ثبت و ضبط شده. دلتنگی و بیقراری که بر ما مستولی میشه، به یاد زیارت این بانوی با کرامت میافتیم که فرمودند در لسان مبارک اهل بیت صلوات الله علیهم اجمعین که اگر بیتاب و بیقرار حضرت زهرا صلوات الله و سلام علیها شدید، به قم برید، اونجا به نیابت از طرف این بانوی با کرامت حضرت فاطمه معصومه، این بانوی با نجابت رو زیارت بکنیم. ما هم در کنار مزار شریف فاطمه زهرا نشستیم. قوم مقدس، اونایی که مرغ دلشون رو راهی کردن به این صحن و سرای با صفا، بدونن زائرن، زائر مادر بزرگواری که اگر چه در مدینه مصطفی نام و نشان و مزاری نداره، اما در قم بارگاه آسمانی به نام او ثبت و ضبط شده. مرغ دلم راهی قم می شود، در حرم امن تو گم می شود. عمه سادات سلام علیک، روح عبادات سلام علیک. چقدر در حرمات بوی عشق میآید، خیال میکنمت ره دم
زمین همیشه تو را با برادرت میدید. تو ماه بودی و نام برادرت خورشید. بله آقا جان، ما در کنار دختر موسی نشستیم. بیننده‌های خوب درجه یک یاد خدا، ما در کنار دختر موسی نشسته ایم. عمری است غرق او به تماشا نشسته ایم. عمری است غرق او به تماشا نشسته ایم. بوی مدینه میوزد از شهر ما. بیا ما در کنار حضرت زهرا نشستیم. بهترین سلام ها رو به شما تقدیم میکنم. چقدر در آغاز این لحظات زیبا و شیوا و برنامه یاد خدا نام مادر ما حضرت صدیقه کبری فاطمه زهرا انسیت الحورا رو در دل و جانمون زنده کردیم. وقتی که قوم هستیم کنار فاطمه معصوم هستیم، غیر از این هم انتظار نمیره، چرا که او یاد و عطر خوش فاطمه زهرا رو در دل و جان ما زنده میکنه. ممنونم که با ما همراهید. این یاد خدا به عطر خوش بیرق و علم و پرچم و البته به روایت محرم پیش روی شماست. مهمان عزیز بزرگواری داریم که دانای راز بزم ماست. به او قبلا تشرفشون رو تبریک گفتم، اما قدیمی ها اینطور میگفتن که به مدینه مصطفی مشرف میشن تا ماها و سالها بوی مدینه میدن و میشه محضرشون مشرف شد و از طرف دلدادگان به اونها سلام و عرض تبریک رو هدیه کرد و استاد حاج ابوالقاسم که این روزها مهمان ما هستن هنوز عطر مدینه رو به خودشون دارن. بهشون سلام میکنم، عرض تسلیت دارم و ازشون درخواست میکنم که با شما هم کلام بشن. آقا سلام علیکم، خیلی خوش آمدید. علیکم السلام و رحمت الله. عرض سلام و ادب دارم محضر بینندگان عزیز و همچنین عرض تسلیت و همچنین خدمت حضرت. خیلی متشکرم. شما هستیم. خیلی متشکرم. واقعا آقای حاج ابوالقاسم اینو جدی گفتم و من حالا که برنامه‌مون رو با اسم از زهرا سلام علیها شروع کردیم، تو دلم آمد و ذهنم آمد که شما هنوز بوی مدینه رو میدید و تازه اونجا بودید. انشالله که گوارای وجود شما باشه و به زودی اونایی که نام مدینه میاد این مروارید اشک تو چششون جمع میشه به زودی مشرف بشن. خب استاد حاج ابوالقاسم، ما در خصوص قرآن کریم صحبت کردیم، یادگاری رسول رب العالمین حسین عشق آفرین آقا جانم سید الشهدا که سیاه پوش اعضای او هستیم در تمام این مسیر قرآن میخوندن، به ما قرآن خوندن یاد دادن. در خصوص این آیه زیبا ان تنصروا الله ینصرکم و یثبت اقدامکم صحبت کردیم. نصرت ما برای خدا چطور میتونه باشه، چگونه خدا رو یاری کنیم، خدا چگونه ما رو یاری میکنه، جلوه های نصرت الهی چگونه است. برنامه روز گذشته و شب گذشته فرمودید در خصوص جلوه های نصرت خدا. باز هم بگید که این نصرت خدا چطور میتونه شامل حال ما بشه، چطور خودمون رو در معرضش قرار بدیم و ازش بهترین استفاده رو بکنیم. بله. قرآن کریم کتاب ذکر است، نور است، شفاست، موعظه است، هدایت است. بله. و اگر کسی با قرآن مأنوس شد، امتی که با قرآن مأنوس شد، جامعه‌ای که قرآنی بود، سرتاسر نور و امید و توکل و اعتماد بر خدا وجود او رو پر میکنه و چنین جامعه شکست ناپذیره. قرآن کریم در آیه 7 سوره مبارکه محمد صلی الله علیه و آله و سلم فرموده است یا ایها الذین آمنو ان تنصروا الله ینصرکم. یک شرط است و یک جزا. اگر خدا رو یاری کنید خدا شما رو یاری میکند. بعدم میفرماد و یثبت اقدامکم، به شما ثبات قدم یعنی استحکام در مسیر عطا میکنه. دچار تردید نمیشید، دچار تزلزل نمیشید، با اعتماد به نفس و با استحکام بالا این مسیر رو طی میکنید و طبیعتا دشمن شما هم دچار ضعف و زبونی و تزلزل خواهد شد. این نصرت الهی در آیات متعددی توضیح داده شده که چگونه است، خدای متعال چطور ما رو یاری میکنه، جامعه ایمانی رو چطور یاری میکنه. من جلوه هایی از نصرت الهی رو
بر اساس آیات نورانی قرآن خدمت شما و بینندگان عزیز عرض میکنم. اولین جلوه این است که خدای متعال به مؤمنان که شرایطی که دارن عرض میکنم داشته باشن، آرامش و طمأنینه روحی عطا میکنه. ببینید این اولین شرط پیروزی است. لشکری که دچار تزلزل و دچار به هم ریختگی بشه، دچار اضطراب روحی بشه، خود این عامل شکسته. اما اعتماد به نفس، آرامش، اطمینان در مسیر، خود این یکی از الطاف خداست، نصرت خداست. حالا در قرآن چند آیه داریم که خدای متعال می‌فرماد من مؤمنین رو در یک شرایط بسیار بحرانی و سخت کمک کردم و آرامش بهشون دادم. این آرامشه شما دیدید در، حالا بلا تشبیه، مثال ها از باب تقریب به ذهنه، در بازی ها و مسابقات ورزشی یه جایی که کار خیلی بر تیم مثلا سخت میشه، مثلا والیبال، مربی چیکار میکنه؟ بلافاصله یه تایم اوت میگیره و مثلا بازیکن‌ها رو فرا میخونه و اینجا تشویقشون میکنه، بهشون آرامش میده، بهشون قوت قلب میده، روحیه میده. خدای متعال یه جایی روحیه میده به امت اسلام. من یکی دو نمونهش عرض بکنم. سوره مبارکه فتح آیه 18 میفرماد لقد رضی الله عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجره فعلم ما فی قلوبهم فانزل السکینة علیهم. خدای متعال از مؤمنان راضی شد اون زمانی که در زیر آن درخت با تو بیعت کردند. خدا دانست که بر دلهای اونها چه میگذرد و خدا آرامش خود رو بر دلهای اونها نازل کرد و اونها رو به یک پیروزی نزدیکی رساند. ماجرا از این قراره که پیغمبر گرامی اسلام خواب دیدن که مسلمان ها مکه رو فتح کردن و وارد مکه شدن با لباس احرام، دارن طواف میکنن و بعد دارن سرهاشون رو میتراشن، از احرام بیرون میاند. به مسلمان ها گفتن مسلمان ها راه بیفتید بریم، خدا وعده فتح داده. چجوری بریم یا رسول الله؟ فرمود با لباس احرام محرم بشیم و از مسجد شجره محرم شدن. مسلمان ها حرکت کردن به سمت مکه. خب مکه شهری است که پر از دشمنه، کسانی که به خون مسلمان ها تشنه هستند. چند جنگ سنگین رو پشت سر گذاشتن. این حادثه مال سال 6 هجریه، جنگ احد، جنگ بدر، بعضی از جنگ های دیگر رو پشت سر گذاشتن. حالا مسلمان ها بدون سلاح با لباس احرام حرکت کردن به سمت مکه معظمه. رسیدن به نزدیکی های مکه، منطقه‌ای است به نام حدیبیه، تقریبا فکر میکنم 50-60 کیلومتر تا مکه فاصله داره. فاصله مدینه تا مکه حدود 400 کیلومتر. بیشتر مسیر اومده در نزدیکای مکه. مشرکین مطلع شدن و گفتن پیامبر و اصحابش و مسلمان‌ها دارن میان به سمت مکه. یک سپاهی آماده کردن، راه افتادن، اومدن تو منطقه حدیبیه مقابل مسلمان‌ها ایستادن. اینا گفتن ما میخوایم بریم زیارت کنیم، ما به قصد جنگ نیومدیم، شما میبینید که ما سلاح نداریم، لباس جنگی به تن نداریم. گفتن که نه، امکانش نیست و آماده جنگ با پیغمبر شدن. حالا در این بین گفتگوهایی شد، پیکی رد و بدل شد. پیغمبر 2 تا نماینده فرستادن. یکی از کسانی که پیغمبر فرستادن به مکه که بره با سران مشرکین گفتگو بکنه، اونها او رو بازداشت کردند. شایع شد که او رو کشتند و این خبر رسید به گوش مسلمان ها خیلی مضطرب شدن. گفتن خب مثل این که اینا کسانی که تشنه به خون ما هستن الان ما رو اینجا در وسط بیابون بدون سلاح گیر آوردن، الان که بریزن سر ما رو تیکه تیکه کنن. پیغمبر اکرم به مسلمان ها فرمود بیایید با من بیعت کنید. یک درختی در اون سرزمین بود که در منطقه حدیبیه، زیر اون درخت مسلمان ها جمع شدن و با پیغمبر بیعت کردند. بله. و اونجا به پیغمبر وعده دادن، گفتن ما تا آخرین قطره خونمون در رکاب شما هستیم، ما به هیچ وجه دست از شما و مکتب شما بر نمی داریم. این اتفاق که افتاد، مشرکین این وفاداری مسلمون ها، این بالاخره صلابت و استحکامشون در همراهی پیغمبر خدا رو وقتی دیدن،
اونها در این که بخوان آسیبی به مسلمان‌ها برسن به تردید افتاد و همین باعث شد که یک صلحی بین پیامبر و اونها برقرار بشه، مفادی داشت تحت عنوان صلح حدیبیه. آیه 18 به این حادثه اشاره داره، میگه خدا راضی شد از مؤمنین اون زمانی که زیر درخت با پیامبر بیعت کردند و خدای متعال آرامش خودش رو بر اونها نازل کرد و این آرامش زمینه شد که اینها در اون حادثه پیروز بشن. بعدم به فتح مکه به فاصله 1-2 سال فتح مکه رخ داد و مکه در اختیار پیغمبر قرار گرفت. من اینجا 1-2 تا نکته میخوام عرض بکنم. ببینید وقتی ملت بیاد پای رکاب ولی با او بیعت کنه، حتی دست خالی هم باشه، دست خالی باشه، اما با ولی بیعت بکنه، بگه ما پای کار تو هستیم، خدا اولا آرامش میدهد، ثانیاً پیروزی میدهد. ما در این جنگ 12 روزه حضرت آقای جوادی در این دفاع مقدس 12 روزه این بیعت رو داشتیم، به دنبالش آرامش رو هم داشتیم. مردم ما مردم آرامی بودن، خیلی عجیب بود. ببینید بالاخره حمله ناجوان مردانه، بمباران، موشک، پهباد، نمیدونم ریز پرنده، ترورها به صورت ناگهانی، اما زندگی مردم زندگی عادی بود. بله، جوانها، نوجوانها، هیچ ترس و دلهوره‌ای که حالا مثلا مثل صهیونیست‌ها که یه موشک میومد همشون در پناهگاه‌ها تو زیرزمین‌ها، اصلا این مدت این 12 روزه زندگی تعطیل شده بود در اراضی اشغالی، دائم اینا تو پناهگاه‌ها بودن. مردم ما نه، با آرامش زندگیشون رو می‌کردن. این اولین وعده الهی که خدا انزل السکینه علیهم. دومین وعده که پیروزی هست، ما یک پیروزی ابتدایی پیدا کردیم در این دفاع مقدس 12 روزه که انشالله پیروزی نهایی هم به دنبالش خواهد اومد، همونطوری که در ماجرای صلح حدیبیه بعد از 1-2 سال رقم خورد و اون پیروزی نهایی. بنابراین اینو بدونیم یکی از جلوه‌های نصرت الهی هم امنیت و آرامشه که اینم در سایه بیعت با ولی خدا و همراهی با او حاصل میشه. بسیار عالی، خیلی خیلی متشکرم. یادمون باشه اتفاقاتی که برای ما میفته اینا همش پر است از نصرت‌های الهی. شرطش چیه؟ شرطش اینه که ما خدا رو یاری کرده باشیم، شرطش اینه که ما در مسیر او قدم برداشته باشیم، ولی او رو، امام جامعه رو همراهی کرده باشیم. خدا هم نصرتش رو به ما ارزانی میداره. اینکه دستمون خالیه یا خدای نکرده مشکلاتی داریم، اینها اونقدر مهم نیست. مهم اینه که ما در مسیر خدا باشیم و مطمئن باشیم و یقین داشته باشیم که نصرت الهی شامل حال ما خواهد شد. خب استاد خیلی متشکرم. در خصوص همین اتفاق مهم محضر استاد جواد قاسم صحبت میکنیم. کجاییم؟ حرم حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها. میدونم خیلی از شما دوست دارید در این صحن و سرای باصفا قدم بزنید، پر و بال بزنید. شما هم اینجایید، زائرید، و اونایی که دوست دارن در موکب حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها در زمان و ایام 40 حسینی سلام الله علیه مشارکت بکنن، تو مسیر نجف کربلا مشرف شدید. عمود 1080 موکب فاطمه معصومه سلام الله علیها است. عدد 22 رو به 301122 بفرستن که بتونن دوستان عزیزم براشون پیامک کنن چطوری میتونن در این موکب کمک بکنن، خدمت بکنن، خادمی بکنن، کمک مالی بکنن، کمک فکری بکنن که انشالله امسال 40 حسینی یک خدمت شایسته و بایسته به زائران ابا عبدالله حسین بتونیم رقم بزنیم در موکبی که به نام حضرت فاطمه معصومه است. این بخش با هم ببینیم. کنار شما هستیم با یاد خدا به روایت محرم. یا سیدا شهدا
خاتون ملک ارض و سما، اشفعی لنا، محبوبه حبیب خدا، اشفعی لنا، آرامش و قرار دل سامن الحجج، ای زینب امام رضا، اشفعی لنا. خوشحال شما که چشمانتون زائر این مضجع شریف و نورانی و آسمانی است. خیلی مهربان حضرت فاطمه معصومه، خیلی لطافتش مادرانه و زیباست، کافیه دل به دل او بسپاری. خیلی مادرانه محبت میکنه. اونایی که طعمشو چشیدن خوب میدونن و امیدوارم که خدا این لطافت مادرانه و این توجه کریمانه این بانوی بزرگوار از ما نگیره. خب این تصاویری که دیدید تصاویر شهدای عزیز و بزرگوار و نازنینمون بود از فراجا که در همین دفاع مقدس 12 روزه به آسمان پر کشیدن. همین امروز در حرم فاطمه معصومه تشییع شدن، خوش به حالشون، آمدن بار دیگر هم زیارت کردن، مرغ عاشق این آستان شدن. برای همشون آرزوی خیرات و برکات میکنیم که بهترین برکت و بهترین خیر همون شهادت انشالله در کنار حضرت ارباب ما رو هم یاد بکنن و انشالله عاقبت به خیر بشیم به برکت این شهدا. خب محضر استاد حاج ابوالقاسم هستیم، بحث نصرت الهی و اینکه این نصرت الهی چگونه میتونه شامل حال ما بشه. آرخ. بله، یکی از جلوه های نصرت الهی عرض کردم امنیت و آرامشی است که خدا به مؤمنین میده. نقطه مقابلش رعب و وحشتی است که در دل کفار القا میکنه. پیغمبر گرامی اسلام فرمود که نصرت به رعب مسیرت شهر، یعنی من با یک لشکری به نام لشکر رعب یاری شدم که خدا رعب رو تو دل دشمنان من میاندازه و این کاری رو که تو یه ماه باید انجام میدادم مثلا با همین ترسی که خدا تو دل اونو انجام میندازه خیلی سریع انجام میشه. در قرآن آیات متعددی داریم که به این موضوع اشاره کرده. یکیش سوره مبارکه حشره، هو الذی اخرج الذین کفروا من اهل الکتاب من دیارهم لاول الحشر. پیغمبر اکرم مطلع شدن که یهودیان مدینه عهد شکستن و اونها تصمیم به قتل پیغمبر داشتن. قرار شد که به اونها درس عبرتی بدن. سپاهی آماده شد، از که یه ماه قلعه های اونها رو محاصره کردن و بعد بالاخره اونها تسلیم شدن. خدای متعال می‌فرماید که اون خدایی است که کفار رو از سرزمینشان بیرون کرد. خوب دقت کنن بینندگان، خیلی این آیه جالبیه. میگه ما ظننتم ان یخرجوا، شما گمان نمی‌کردید اینها از این سرزمینی که سالهاست تو این سرزمین دارن زندگی میکنن بیرون برن و اینجا رو رها کنن. و ظنوا انهم مانعتهم حصونهم من الله، اونا هم خیال میکردن این قلعه هایی که دارن مانع خداست و میتونن با این قلعه ها در مقابل خدا مقاومت کنن و بایستن. بعد میگه فاتاهم الله من حیث لم یحتسبوا، خدا از یه جایی اومد که اینا گمانشو نمیکردن. از کجا اومد خدا؟ خدا از درون دلها به اینا حمله ور شد. رعب و وحشت. و قذف فی قلوبهم الرعب، در دلهای اینها رعب و وحشت رو پرتاب کرد. بعد میگه یخربون بیوتهم بایدیهم و اید المؤمنین، مؤمنین از این طرف قلعه های اینها رو ویران میکردن، خودشون هم از درون قلعه برای اینکه این قلعه ها به دست مؤمنین نیفته از روی حرص و حسدشون بالاخره تخریب میکردن. قرآن میگه فاعتبروا یا اولی الابصار، عبرت از ماده عبوره، یعنی ای صاحبان چشم، ای کسانی که خدا بهتون بینش عمیقی داده، روی یک حادثه سوزنتون گیر نکنه، به قول معروف عبور کنید از این حادثه و این حادثه رو درسی برای حوادث مشابه قرار بدید. امروز شاید خیلی ها باورشون نشه این وعده قرآن و وعده روایات که یه روز این صهیونیست ها اراضی اشغالی رو ترک میکنن و میرن انشاءالله. ما ظننتم ان یخرجوا، اون وقت بعد این آیه رو تکرار بکن. شما گمان نمیکردید که اینا برن. اونها هم خیال میکردن که قلعه هاشون مانع خدا میشه. قلعه امروز اونها گنبد آهنینه، قلعه امروز اونها سامانه های پدافندی، سامانه فلاخن داوود، تات، امثال این هاست. بله. خیال میکردن که این قلعه ها مانع از نفوذ سپاهیان الهی است و ما دیدیم چقدر زیبا موشک های اقتدار
سپاه قهرمان ما این گنبد آهنین اونها رو به تعبیر برخی از دوستان تبدیل به یک آبکش کرد. ظنوا انهم مانعتهم حصونهم من اینا خیال میکردن قلعه هاشون میتونه مانع نفوذ و مانع در واقع ورود سپاهیان الهی بشه. فاتاهم الله من حیث لم یحتسبوا و قذف فی قلوبهم الرعب. دلهاشون خدا پر از وحشت کرد. ببینید روزنامه دیلی تلگراف نوشته بود این موشک‌های هیولایی درباره موشک‌های ایران نوشته بود. هر سنگری را میشکند. درسته. بعد از حمله شجاعانه ایران به پایگاه العدید در قطر، ترامپ خودش با امیر قطر تماس گرفت و التماس کرد که به ایران بگو آتش بس. به ایران بگو که آتش بس دیگه. برای این هم شنیده شد که گفتن که حداقل بگید از این موشک‌های خیبر شکن استفاده نکنن. مثل خیلی بهشون سخت اومده بود این موشک. شبکه BBC همون موقعی که موشک‌ها میرفت به سمت اراضی اشغالی گفتش که در تل‌آویو با هر کسی صحبت میکنم آثار ناامیدی و استیصال را میبینم. الحمدلله. روزنامه واشنگتن پست نوشت که اسرائیلی‌ها از رگبار موشک‌های ایران فلج شده‌اند، از وحشت به خود میلرزند. آقای دانیل دیویس سرهنگ بازنشسته ارتش امریکا گفت به موشک‌های ایران که بدون هیچ مشکلی گنبد آهنین را سوراخ می‌کند نگاه کنید. و ظنوا انهم مانعتهم حصونهم من الله فاتاهم الله من حیث لم یحتسبوا. اون چنان رعب و وحشتی خدا تو دلهای اینها انداخت اگر مرزها رو نبسته بود رژیم صهیونیستی که همشون فرار میکردن. بله. مرزها رو بسته بود مجبور بودن بمونن و در این حال بسیاریشون مهاجرت معکوس کردن، برگشتن از طریق دریا به جاهای دیگه رفتن. خیلی هاشون که به قبرس رفتن اونجا هم کسی خوش آمد بهشون نگفت، بلکه اونا ترسیدن که نکنه اینا مثل بله. فلسطین بیان اونجا رو بگیرن. ببینید این از جنود الهی است، این از جلوه‌های نصرت خداست. از یک طرف به مؤمنین امنیت و آرامش میده، از طرف دیگر رعب و وحشتی به دل کفار میافکنه که خود این رعب و وحشت موجب میشه که ولو از تسلیحات نظامی چند برابر ما تسلیحات داشته باشن اما شکست میخورن و دور نیست اون روزی که همین تسلیحاتی رو که با قیمت‌های گزاف تهیه کردن بگذارن و برون و این تسلیحات به دست سپاهیان اسلام بیفته انشاءالله. یه نکته خیلی جالبی هم دیروز شما گفتید که جبهه استکبار و جبهه باطل ممکنه خیلی تلاش بکنه، خیلی پول خرج بکنه، 7 تریلیون دلار خرج بکنه اما اصلا یکی از سنت‌های الهی اینه که وقتی باطل هرچی تلاش میکنه این تلاش و این پول و اینها به ثمر نمیرسه، عالم محو میشه، اصلا اثرش از بین میره. یاد غزوه بی‌نظیر خیبر افتادم که این به حکمت پیغمبر سلام الله علیه. خیلی ها مدعی بودن که ما می رویم و یهودی ها رو شکست میدیم، قلعه خیبر رو فتح میکنیم. رفتن، حتی برخی صحنه رو ترک کردن، فرار کردن و ناامیدی هم در بین مسلمان ها ایجاد شد. اما پیغمبر در اون حدیث بی‌نظیر شاگردی میکنم محضر شما، حدیث بی‌نظیر رایت گفتن امروز پرچم رو به دست کسی میدم کرار غیر فرار و این ویژگی همون نصرت الهی است که جناب عالی فرمودید و خیلی ما رو بیاد همین جنگ و دفاع مقدس 12 روزه خودمون میندازه. بله. کربلا هم همینطور بود. بله. در یک طرف 72 نفر اما به خاطر بیعتی که با سید الشهدا در شب عاشورا کردن یک آرامشی بر قلوب و اعضا و جوارح اصحاب امام حسین علیه السلام حکم فرما بود. شما ببینید یک نوجوان 13 ساله در برابر یک دریای از دشمن، دریای از شمشیر، دریای از شمشیر، خنجر بیسته و اصلا بتونه اسم خودش رو بگه. خیلی هنره، عجیبه واقعا. و بعد رجز بخونه. اونم چه رجزی؟ ان تنکرونی فانا ابن الحسن سبط النبی المصطفى المؤتمن. اگه منو نمیشناسید خودمو معرفی کنم، من یتیم امام حسن مجتبی سلام الله علیه، من نوه پیغمبر خدا هستم. هذا حسین کالاسیر المرتهن بین اناس لا سقوا صوب المزن. این آقای غریبی که میبینید عمو جان منه، آقایی که مثل اسیر با او دارید رفتار میکنید که خدا شما را از آب گوارا سیراب نکند. این نوجوان میرود
به دل دشمن میزنه، تعداد زیادی از رزمندگان اونا رو به خاک و خون میافکنه. این چجوری اتفاق میفته؟ رعب و وحشتی که خدا در دل اونها قرار میده، شجاعتی و امنیتی و آرامشی که خدا در دل اصحاب سید الشهدا قرار میده. ولذا توی روایت هست که اصحاب سید الشهدا هرچه به شهادت نزدیکتر میشدن آرامششون بیشتر میشد و در اوج آرامش و اوج طمأنینه سرور و سالار شهیدان حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام که 1000 زخم بر بدن مطهرش وارد شده، یک جای سالم بر بدن مطهر سید الشهدا باقی نمانده. اما در این حال اونقدر چهره نورانی در اون لحظات آخر که بعضی از این مورخین که حادثه رو نقل کردن میگن نور از چهره حضرت ساطعه، لبان مطهر حضرت به حرکت در میاد. میگه گوش کردم ببینم چی داره میگه، دیدم داره میگه الهی رضن برضایک صبرا علی بلایک. یعنی در سخت‌ترین شرایط این امنیت و آرامش و این طمأنینه بر وجود اولیاء خدا مستولی هست. این همون نصرت الهی است که یکی از جلوه های نصرت الهی آرامشی است که به اولیاء خودش میده و در نقطه مقابل رعب و وحشتی که در دل دشمنان میافکنه. تو منابع تاریخی من شاگردی میکنم محضر شما، همین نکته‌ای که فرمودید کاملا ظهور و بروز عجیبی داره. در کنارش برخی منابع مقاتل مختلف هم جناب ابی مخنف در مخترشون استاد جواد الحسین نوشتن بعد از اینکه سید الشهدا که در آماج بارانی از تیر و نیزه و شمشیر و خنجر بود که در قتلگاه شریف افتاده بودن، این جبهه دشمن که خیلی هزار جرأت نمی‌کردن به حضرت نزدیک بشن. این هم رعب است. بله. عجیبه واقعا. لا اله الا الله. اینها حالا عوامل متعددی داره. یکی از عواملش شدت وابستگی اینها به زندگی دنیوی است. قرآن درباره یه عده مخصوصا اهل کتاب میگه ولتجدنهم احرص الناس علی حیات. اینا به یک زندگی مختصر حریص‌ترین مردمن، یعنی حاضرن همه چیزشونو بدن یه دقیقه بیشتر زنده بمونن، آنشون داشته باشه. اما مؤمن چون عاشق شهادته، لذا خدای متعال آرامش رو بر قلب مؤمن نازل میکنه و این جلوه ها رو ما مشاهده. خیلی خیلی متشکرم. یه بخش میخوایم با هم ببینیم. حرم عمه جان حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها هستیم، محضر استاد جواد القاسم عزیز بزرگوار و این یاد خداست که پیش روی شماست از شبکه قرآن معارف سیما. ممنونم که با ما همراه هستید. لن يثنينا المنون لو أدمع العيون للقدس قادمون ثائرين. لن يثنينا المنون لو أدمع العيون للقدس قادمون ثائرين. نزف من جديد لكن لا لن نحيد فدماء الشهيد تحيا فينا. لن يقطع اليهود منا اليقين قطعا سننتصر وعد الأمين. لن يقطع اليهود منا اليقين قطعا سننتصر وعد الأمين. سنبقى يا ابن فاطمة فداء للمقاومة. سنبقى يا ابن فاطمة فداء للمقاومة. لبيك يا حسين لبيك يا حسين لبيك يا حسين يا ثار الله. اصلا نام ابا عبدالله الحسین دل و جان رو زنده میکنه، چه تو روزش باشی چه در مجلس سخنرانی باشی
چه پای سینه زنی مداحان و عاشقان و ثناگویان اهل بیت باشی، همه آنچه که رنگ و بوی حسین بن علی رو داره، یاد خدا رو در دل خودش داره، پربرکت، نورانی، پربهجت، اصلا دل آدم رو شاد میکنه. و داریم در خصوص این یاد خدا صحبت میکنیم و نصرت خدا که حقیقتا در زندگی جاری و ساری باشه، انسان در مسیر فلاح و صلاح قرار میگیره. خب استاد جواد قاسم، در خصوص این آرامش و سکینه مؤمنین که خودش نصرت خدا صحبت کردیم، بازم از نصرت خدا بشنویم. بله، خب این عرض کردم دو جلوه داره. یکی نصرت مؤمنین با آرامشی که خدا بهشون میده، رعب و وحشت در دل کفار میاندازه. من یه آیه دیگه بخونم چون حالا وقتم خیلی نداریم. بقیه مباحث ان شاء الله اگر عمری بود هفته آینده هم باز ما 2-3 روزی خدمت توفیق داریم حضرت عالی ان شاء الله باشیم. عرض میکنم بقیه مباحث رو. سوره مبارکه آل عمران ماجرای جنگ احد رو خدا بیان کرده، حدود 100 آیه است. اونجا خدا میفرماید که سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب بما اشرکوا بالله ما لم ینزل به سلطانا. میفرماید که ما در قلب کفار رعب و وحشت میافکنیم. چرا؟ چون اینها تکیهگاهی غیر از خدا برای خودشون انتخاب کردن. ببینید کسی که تکیهگاهش خدا باشه، خدا همه جا هست، خدا همیشه و در همه حال کنارشه. لذا در سخت‌ترین شرایط احساس تنهایی نمی‌کنه. یک نفر در بین 30,000 نفر احساس تنهایی نمی‌کنه، چون یک وجود قدرتمند که قدرت او فوق همه قدرت ها هست در کنار اوست. و معکم اینما کنتم. اما اونایی که دل به غیر خدا بستن، رژیم صهیونیستی دل به امریکای جنایتکار بسته، دل به کمک اروپا بسته. ببینید اوکراین دل به کمک امریکا بست. خب تو این جنگ با روسیه پشتشو خالی کرد امریکا و همه دیدن چطور اون رئیس جمهور ملعون در کاخ خودش تحقیر کرد رئیس جمهور اوکراین رو. رژیم صهیونیستی هم همین، بالاخره قدرت‌های استکباری تا یه جایی همراهی میکنن، یه جایی پشت انسان خالی میکنن. یه روز هم آمریکا دست از حمایت اسرائیل برخواهد داشت، حتما برخواهد داشت. و این رعب و وحشت همین که احساس میکنه نکنه پشت ما رو خالی کنن. ببینید این احساس هرگز سراغ مؤمن نمیاد. نکنه خدا پشت منو خالی کنه، اصلا تصورش امکان صاحب داره، صاحبش خداست، با خدا اصلا با خدا بسته و میدونه که هر حرکتی که داره انجام میده تحت عنایت خدا و تدبیر خداست. لذا شهیدم که بشه با افتخار قل هل تربصون بنا الا احدى الحسنیین، پیروز بشم افتخار، شهید بشم افتخار برتره. ولذا مؤمن هیچ وقت شکست نداره. اما کفار سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب بما اشرکوا بالله ما لم ینزل به سلطانا و مأواهم النار. در جنگ احد که حالا معروف در تاریخ که میگن مسلمان‌ها شکست خوردن، اما این شکست گوشه ای از جنگ بود. در ابتدا مسلمان‌ها پیروز شدن. قرآن میگه لقد صدقکم الله وعده اذ تحسونهم باذنه. اونها رو میکشتید در اون لحظه اول و مسلمان ها داشتن میرفتن که جنگ تمام بشه. خب یه عده‌ای به طمع غنایم وقتی احساس پیروزی کردن یه شکستی رو به مسلمان ها تحمیل کردن. اما اینو بدانیم به فاصله کمتر از 1-2 روز دوباره مسلمان ها حمله کردن به مشرکینی که پشت مدینه خیمه زده بودن و اونم شنیدنی است و ان شاء الله حالا در فرصت دیگری عرض خواهم کرد. نه حالا عرضم همینه که جنبندی بفرمایید. خدای متعال مؤمنین رو یاری میکنه، فرموده اگر به یاری خدا بیایید خدا به یاری شما خواهد آمد. جلوه های نصرت الهی رو من 2 تا عرض کردم. حالا این جلوه ها شاید نزدیک 10 تا 12 تا هست. یکیش طمأنینه و آرامشی که به مؤمنین میدهد، دومی رعب و وحشتی که در قلوب مشرکین و کفار میافکند. خیلی خیلی متشکرم استاد جواد قاسم عزیز بزرگوار. امروز هم سر سفره یاد خدا بودیم. الحمدلله. چی بهتر از یاد خدا، یاد اهل که دل و جان انسان رو مینوازه. داریم نزدیک میشیم کم کم به لحظات زیبای اذان و بنشینیم سر سفره عبادت و عرض بکنم ارادت به خدای سبحان. یادمون نره بعد از نماز حتما یاد آقا جانمون
امام سر و العلن حجت ابن الحسن رو در دل جانمون زنده بکنیم، به او سلام بدیم، با ایشون صحبت بکنیم، رفاقت خودمون رو با امام زمان بیشتر و بیشتر بکنیم که عطر خوش ظهور او دل و جان همه ما رو مینوازه و ظهور او فجأتاً خواهد بود. خودمون رو برای یاری حضرت انشالله آماده بکنیم. ممنونم. موکب حضرت فاطمه معصومم عمود 1080 هست در مسیر نجف تا کربلا. اونایی که میخوان مشارکت بکنن به 301122 چه عددی رو بفرستن؟ عدد 22 بفرستن. ان شاء الله دوستان خوبم در آستان مقدس حضرت فاطمه معصومه براشون پیامک ارسال خواهند کرد و راهنماییشون میکنن که چگونه میتونن در این موکب خدمت بکنن، مشارکت بکنن. از استاد حاج ابوالقاسم عزیز هم خیلی ممنونم. ان شاء الله هفته بعدم محضرشون هستیم، بهره مند میشیم. ممنونم که ما رو نگاه کردید، ممنونم که به حرم فاطمه معصومه مشرف شدید، زائر شدید. الحمدلله، خدا رو هزار مرتبه شکر. گل یاد شما رو می‌کنیم. ما بعد از برنامه میریم به زیارت، نایب زیارت شما هستیم. یا علی مدد. خدا نگهدار. السلام عليك يا بنت رسول. سبحانك ربي سبحانك، سبحانك ما أعظم شانك، ندعوك ونرجو غفرانك، ندعوك ونرجو غفرانك.